افراد یائسگی رو ویژه خانم‌ها میدونن، اما جالبه که بدونین آقایون هم یائسگی رو تجربه میکنن. اما سیر یائسگی در آقایون سرعت کمتری داره و مثل خانم‌ها چندان محسوس نیست. آندروپوز یا یائسگی مردان شرایطیه که در یک سن خاص میزان تولید هورمون‌های جنسی در آقایون دچار تغییراتی میشه. کمبود تستوسترون، کمبود آندروژن و کاهش فعالیت عملکردی غدد جنسی از علائم یائسگی به شمار میاد. طبق آمارها 20% مردان بالای 60 سال، 30% مردان بالای 70 سال و 50% مردان بعد از 80 سالگی دچار یائسگی میشن. تستوسترون یک هورمون مردانه است که در بیضه ها تولید میشه. این هورمون جنسی برای داشتن صدای کلوفتر، رشد عضلات و رشد آلت تناسلی مردانه مورد نیازه. اما کاهش سطح این هورمون تغییرات جسمی و گاهی ذهنی رو در بدن فرد ایجاد میکنه. همونطور که یائسگی در زنان علائمی داره، در آقایون هم با علائمی همراهه، مثل ناباروری، کاهش میل جنسی، کاهش تراکم استخوان، ریزش مو، افسردگی، بیخوابی و افزایش چربی. علاوه بر این موارد، کوچک شدن بیضه ها، بزرگ شدن سینه ها و همچنین گر گرفتگی از علائم یائسگی محسوب میشن. برای تشخیص یائسگی، پزشک شما میتونه سطح تستوسترون خون شما را اندازه‌گیری کنه. اما شایع‌ترین نوع درمان علائم یائسگی انتخاب شیوه زندگی سالمه که پزشک به شما توصیه میکنه یک رژیم سالم داشته باشید، خواب کافی داشته باشید، ورزش کنید و استرس را از خودتون دور کنید که بعد از اتخاذ این عادت‌ها مردان مبتلا به علائم یائسگی معمولاً تغییرات چشمگیری رو در سلامت کلی خودشون میبینن. درمان جایگزینی هورمون یکی دیگه از گزینه‌های درمانه، اما بسیار بحث برانگیزه، چون تستوسترون مصنوعی میتونه عوارض جانبی بسیار مضری داشته باشه. مثلا اگه فردی مبتلا به سرطان پروستات هست، میتونه باعث رشد سلول‌های سرطانی بشه. بنابراین اگه پزشک شما چنین درمانی رو پیشنهاد داد، قبل از تصمیم گیری عوارض جانبی اون رو در نظر بگیرید. اگر در معرض افسردگی هستید، به پزشک مراجعه کنید و ممکنه پزشک برای شما داروهای ضد افسردگی تجویز کنه. اما بزرگترین مانع در درمان علائم یائسگی میتونه صحبت کردن شما در مورد علائمتون با دکتر باشه. بسیاری از مردان بیش از حد مضطرب و خجالتی هستن تا بحث‌های جنسی خودشون رو با پزشک در میون بذارن. اما در آخر باید بدونید که طبیعیه که تستوسترون شما در نتیجه افزایش سن کاهش پیدا میکنه.